برادر انا فردوس. سلام علیکم استنای سازی خوبی هستم سلامت خوبی تشکر. امیدوارم که شما خوب و صحت سلامت باشید. خدای بد نکنه. خب ببین برادر عزیز دیگر نمیدونم عید بعدش خیلی است. ما بعد گفتم اینجاش میدونستم. انا ببین امی به منطقه تاجیکستان یعنی سرحد بین بگیم که قرقیزستان تاجیکستان هم واروخ یک منطقه را در چیز داد همون زمین را در قرقیز. امروز در برآمد پرزیدنت قرقیزستان در قفاش خریطه قرقیزستان یعنی عیناً همون منطقه ها در داخل قرقیزستان است. یک جای ما واروخ در میانه موندگی است، مثل که بگیم که یک اکیان است و در بینش یک استروف است که امروز قرقیز همون اکیان شد و واروخ استروف، یعنی که در هم بین موندگی است. یعنی درآمد برآمد مردم تاجیکستان ما با اجازت قرقیز میشه اونجا، یعنی پروداکت بردن هم دیگر کار کردن هم، یعنی تمامی همین شرط شرایط اونجا را با اجازت قرقیزستان میشه. یعنی همین زمینه داد امام علی رحمه، با ایواز بیزنس بود، با ایواز پول بود، با ایواز قرض بود، هر چی بود داد رفت ایداش رفت همین زمین. یعنی همین را مردم بعضی ها ابراشنی دوران طرف قرقیز ها تحقیراتی. حل همین مسئله در چی است؟ ما میتونیم میره برگردونیم و با کدام اصول و در این حال ما ضد قرقیز حرکت کنیم یا که بگیم که فروشنده را خریدار یا فروشنده گناهکار کنیم. فکر شخصی ما این خیلی عبرتم. اگر زمین ملت باشه و اگر ما پرزیدنت میبودم هیچ وقت زمین ملت از زمین دولت با هیچ کس نمیدادم. فکر شخصی ما. ایتری در عموم بگیم آدمایی که داخل دولتن خیر و یا мягко сказать заложники همون سیاست واقعی هستند. چی چاپلوسا گفتید شما و چی آدمایی که راضی هم نیستند در مثال подсознание و در دلشون. این فکر و عقیده کاست مهاجران، ما کاست مهاجران специально میگم که уже مهاجران علاقه کاست شدگیان کو. نگاه شخصی ما правильно брат؟ یک еврейский юмор است، ما امر ادپتیو میکنم با مثالی عرف و عادت آنانای تاجیکی و مثال منتالیته تاجیکی. خیلی دا پرابلم براتان میدونی برای چی در تاجیکستان در خدیره سکس نمیکنند؟ میدونی برای چی نمیکنند؟ برای چی؟ برای که هر یک ابزار مثلا یش میگه که ای تاری نکه، دیگرش میگه که ای خیلی بکو آیوسنش بکو ایسوسو برای هم خجونم نمیجا از اگر فرض کردیم 2 میلیون مهاجر باشه 2 میلیون 2 تا میلیون عقیده دارن، فکر اندیشه دارن. هر یک شخص چی درست باشه چی درست نباشه اساسیت چه دارن. правильно брат؟ اویدی روبای پرابلم هم برای همه خجونم به خاطری که همین برنامه را رهبری میکنی اگر فرصت باشه ما یک 3-4 سوالای طریق شروعیش که تو خدمتم جوابتی میندار میشم نه که خیلی گرد نه. بفرمایید. اگر خود پرزیدنت نبودی چیکار میکردی براتم؟ ما پلانو زیاد دارم. خاک کو تو اکا بفرمو نخی بفرمو برات. کم طرف چه من علیس کردم میدونم که پروستا بیودن ندارم آدم دارم من میخوام که من میشینم گوش میکنم شما را بعد بین هم همین گپای شما دا حرکت میکنم اگه اون گپی نه بکنم بیام که من رنگ بگیره و همون خاطر پرسیدستم. ببین برادر عزیز من اصلا در زندگیم انسانی ذکری کشیدن نمیخوام در حیاتم. یعنی که یک انسانی که بگیم که پرزیدنت شدن یعنی این کارو تمامی کسلارات خود بستن است. من در حیات میخواستگی چیزم یعنی که یک
یک کیناستودیایی که بکشمو و بگیم که همون از تاریخی عموما مرده بگیم مرده شده گرشیده وطنم زنده کرده فیلم ها بردارم تا که برای آینده برای مردم یک چی ببخشه، یک تاثیراتی بگیم انسانی ببخشه. یعنی عرب چقدر آمد گرفت، با کدام فوکسو گرفت، چقدر تجاوز کردن، چقدر کشتن، منگوتیو چقدر کشتن، این تاریخ ها را گرفته به نام اسلام آمدن تجاوز کردن، به نام دموکراتیا کردن، به نام کمونیسم آمدن کردن، به نام سوسیالیسم. من میخوام یارو همشه یک فیلم های تاریخی تاجیکستان کینو هم خیلی عموما چی دارم، هم خیلی بیشتر دارم از همون چندین سالی است. پرزیدنت شدنی نیستم، نه که اما وقتش میشوه که میگم من باید بشم. برای چی؟ برای نه اینکه من بگیم باید نشان بدی که تاجیکستان ما دا یعنی دیگر ملت هم دیگر قوم و قبیله هم حقوق انسانی داشتنش باید دکزت کنیم. برای چی؟ برای که 300 بار کادر عوض کشیده است در تاجیکستان. تو اگر در پاسپورتت خط تاجیک ننویسی یعنی تو کار کردن در حق نداری. از اون جمله خودم در حکومت کار میکردم، یعنی در چیزی فرهنگ مرا تکلیف کردن که از این کار به جای کار دیگر گذراندن. مرا تکلیف کردن که باید، یعنی من نیشتاتنی بگیم کار میکردم در اونجا، افیسیال نبودم، همچون یاردمچی و بگیم کارو را میکردم. مرا گفتم برای افیسیال آمده در آمدن بعد در جا رفتن کار کردن باید در پاسپورت تاجیک بنویسی. چی با ملت چی برات؟ ملت مخلقه باید ما تاجیک بنویسم. ما گفتم من نمیکنم این کارا. ما هیچ وقت شیر مادر من نمیفروشم در یگان جا. زبانی ما این شیر مادرم است، ما ایره هیچ وقت نمیفروشم. انا خلاص بگیم که یعنی باید یک بار ایلولی تبار پرزیدنت شوه، مینیستر شوه، رئیس شوه، حاکم شوه در ولایت ها، یعنی که از دیگر قوم لقیا، قطغنا، از دیگر قوم و قبیله ها باید در گوناگون ساختارها رهبر باشن. یعنی هر یک قبیله خودش چست بود کنه در اونجا. همین چیزا را بگیم که بعضا وقتا فکر میکنم میگم که نه باید ما یک بار پرزیدنت شم در تاجیکستان. طالبان میگم یک بار باید بشم. نه که اصلا از طرف دیگر من دعوا از پرزیدنت شم ندارم. دعوا ندارم. من پس سوالی دادگیم در جواب ندارستم. میگم اگر شم چی میکنم؟ پرزیدنت شدی چیکار میکنی؟ هر چیزی که کنستیتوسیا سرقانون جمهوری تاجیکستان است همون را میکنم. از همون یگان گرم یگان کار نه زیادی میکنم نه کم. تمام همه کار؟ تمام. قانون چیزی را اجازت میده همون را میکنم. مهاجری بس نیست و مهاجری. ببین برادری عزیز، مهاجری بگیم که یک چیز است. ما تمام دنیا داره مهاجر، اما ما به صاحبی را بس میکنیم. چخیل مهاجری نمو شاید به صاحبی بس شود. یعنی هر یک مهاجر باید یک کشور که رفت و باید صاحب داشته باشه. وقتی که اگر مهاجر تاجیک در روسیه اگر صاحب داشته باشه در بالاش حکومت کار کنه، ادوکاتای حکومت یوریست مثال روی کنه که در بالای سر یا کار کنه داکومنتاشون یک ملیسا هم داد از دولت نمایندهش برای یوریستاش گپ زنه حقوقی ورا رکتاشا گفتم گپا سپانسری میکنم بچه رکتا کنم خیلی گفتم گپا بروی تاجیکا باید درجت کنه، نه اینکه از مردیکار پول گرفته رکت باشن و آیلیگ میگیرن پول میگیرن رکتای مردک در روسیه باید نمی آبروی تاجیکا باید حمایت نبگرده. یعنی نمونه یک از تاجیکا بیا ابیجت کنه خیلی فراز زیاد است. یعنی که من گفتم نمیتونم 100% مهاجر را برمیگردونی. اولا که خیلی سال در کار است برای همه ایرا گردوندن خیلی سال در کار است. یکمش دولت من قرضدار است، دیمش که پول را ما یا دزدیدگی هستند در تاجیکستان پول نیست، همه را برآوردگی در خارج است، فقط ایو را قپیده و را پول را گرفتن در کار است.
اینجا مسئله خیلی زیاد است. سیمش که اون چیزی که بگیم ما حداقل یک انسان برای یک ساعت تیار کردن حداقل او را 5 سال خواننده 3 سال پرکتیک گذروندن در کورس، یعنی 8 سال مهلت میرود. یک انسان برای یک متخصصی که یک سیخی از زواد یک دکتر کردن 7 سال خوانندن در کورس 3 سال پرکتیک، یعنی که 10 سال یا مره انسان میگذره. چخیل ما بگم که ما پرزیدنت میشم فردا میگیرم گل میشوه براتون آبادی میشوه 10 سالش داد میکنن مثل اوکراین باره 2 سال میکنن ما مردم میخیزه میگه که من فلانت کردگیم ترا تو وعده دادی را. اوکی 10 سال برادر اصلا ببخشید امی بحث شما رو مرا خوش کنید شو امی بحث ما روز به من سوال دیگه امی سوال شما با بحث من با امی سوال شما ایده امی هر شما یک دقیقه دوست عزیز ما سوالی را جواب بدیم برادر. ببین برادر عزیز یکی دست کانال ما جواب بدیم. ببین برادر این سرحدی افغانستان و تاجیکستان 201 دیویژن بودگیرم بعد چخیلی میکنی اولم راستی مثال وای میکنه رو برای میکنه که 201 دیویژن برای تاجیکستان نیست و 201 دیویژن برای حمایه بگیم که اون من همه اویلا و اینترس‌های روسیه در تاجیکستان است. 201 او برادر و کانترکت 40 سال کانترکت داره در اونجا договор داره. باید هر انسانی که سر قدرت میآید یعنی договор این امام علی رحمان کردگی را باید اعتراف کنه. ایرا نمیشه اعتراف نکرده. 40 سال договор داره. 40 سال договор داره. بله باید اعتراف کنی و بگیم که البته که بازم ایروی هم قانون چیوش که وقتی حدودی خود شود جای خود نشان میده که جاتی نه جای جت نمیشینی حق نداری و خودش بعد توستا بگیم که چی میشه. و اما 201 دیویژن یگان گرم استخوان نیست در گلورس بگیره یگان مشکلی نداره. شاید که هم دخالت کنه تا بگیم سیاستی پاسی پردگی کن نگلاس نی همش 100% دخالت میکنن یعنی که هم امام علی را کنترل میکردگی هم هست. درباره تاجیکستان یعنی چند سال ده میتونه که مهاجرت بس شوه یعنی که نه خیلی ماسوی مهاجر نباشه. 10 سال مهاجر ببین نه 10 سال هم کم است. من 20 سال وعده میتونم 20 سال وعده میتونم که مهاجری لپاتکا قبل نمیروه یگانجا یعنی که مهاجر هم روه مهاجر متخصص مهاجر میروه کانترکت قطعی میروه فیرما قطعی میروه جای خواه زندگی 20 سالش اینا مینیمم 3 کادنسیا ماکسیموم 4 کادنسیا значит 4 کادنسیا وای میکنی رهبری میکنی دولت نه ما 4 تا دیگه رهبری کردنی نیست. ما گفته استادم که تاجیکستان 20 سال در کارش است که هدیه اینمی حالتی که حاضرای مهاجرایی که ما داریم این حالت دفع شود از منتالیته یعنی عرفیت تاجیکی همین که سمکه را بگی برای روسیه چیکار میکنی نمیدونم کپات میکنم لامات میکنم کوچه میرو همین چیز باید ای بین بروا که مهاجر یا جورا که یک کمناتا کوارتیرا دوش او دوبسوام چون متخصص ببرو یک کار کنه اویلیک شا بگیره ماشین شا خریده بتونه در کوچه یعنی که مثل یک پلناتسن انسان زندگی کنه در دیگر کشورم سفر کرده در همین حالت هم 15 کمش و سریدنیش 20 سال وقت در کار میشوه که تو که نپراولینی که برای هر یک انسان در این سوحه یا که در اون سوحه راست کردن مبلغ در کار است هم خیلی است به مبلغ نمیتونی یک کار کردن برای مبلغ کار کردن مردم هم مردم تربیه میکنی ولی فانتاستیکو هستن مردم ها میگن بعضی انسان که ما نایرا میوریم ما راه هوی میکنیم برای بیزنس میکنیم ایجاره هوی میکنیم تاجیکستان گلستان میشوه همه ای اشیبکه است. این فانتاستیک است. یا گپی آخرون برات ما اکی تاری رقم استاتیستیک خطی نمیتونم گفته آنه که خیلی اینتویتیو نه گمون میکنم که همه پرابلم های تاجیکا و تاجیکستان بودگی خیلی ابیکتیو نی پرابلم های عموما همه ملت تاجیک تاری بگیم جبری جغرافی اندم من خطا میکنم همین فکر اندم نه خطا نمیکنی شاید که لیبای پرزیدنتی می اومگه همین از آن جمله است نایفهم اگر ممکن که خیر خدا ما با گفته استم کو سیفکان گفته خدا اشیلی مدار دالول شخصا همی
نگاه ما بخشیدگی نگرمی اگر ما زویس میکرد مرحمت نه که من حساب میکنم که اگر خطام پرزیدنت باشی بشه همونجا 20 سال نمیتونی پرابلم های توجیک حل کنه برای که نگاه ما همین ملت پرابلم های توجیک ببینید شما درست نفهمیدین که من گفتم که 20 سال دیگر تمام پرابلم حل میشه شما 50 سال هم کم برات نمیتونه حل شما اگر نظر کرده باشید شما یک بار دیگه تکرار میکنم که 20 سال در کار میشوه که من نگفتم تو مردم تاجیکستان از مهاجرت برمیگردونیم، یعنی من گفتم که صاحب دار کنیم، یعنی که در هر جایی باشه اون ملت صاحب داشته باشه، یعنی خیلی رنگ سگ وری در کوچه نکشنش، در درون استرویکا و در درون واگن خو نکنه، یعنی همین مشکلی که از ما زدگی هستیم از همین برآورده خیلی بگم یک بمب گرفته شوشته آوازی درونده پرچوسکا کرده یک لباس تازه پوشوندن، یعنی که اون بمب جوجه اتوماتیک که بگیم که یگان درکتر نیست اما از همون بمبجی برآورده بگیم که یک لباس تازه پوشوندن ده، یعنی که همین سیتواسیون میشود. مردمی که نه کار پسترینی که کرده ایستادن دیگر واگن خو میکنن، همین زندگی پسی که داره از همین شرایط برآورده یک شرایطی مثل انسان در روسیه هم باشه در دیگر جا هم باشه مثل انسان شدنش ده، حق داشته باشه زندگی کردنش ده، همین ده 15-20 سال در کار میشوه که برای مردم ابرازوانی بتی مردم بگیم که متخصص تیار کنی پیلوزی قرضی که در اینجا ایستادگی باید این قرضا را بتی پرسنت چه خوی نخوی. خلاص رحمان تاجیکستان در یک جای آورده زدگی است که از اینجا کشیده برآوردن داره که گپ خیلی 50 سال نه 100 سال لازم میشوه که تاجیکستان پل از همین سیتواسیون ببروری. ولی خیلی فانتازیا کلیچات میکنم میگم ما 20 تا بیزنسمن از عکس میکنم نالوگش استیمات میکنیم میاد در تاجیکستان کار میته. ما وقتی که خدمت متخصص تیار نباشیم پس آوردن یک متخصص دیگر در تاجیکستان تنها همو غلام از بیرون در داخل غلامش میکنی خلاص. یا سوال دیگه برات بفرمایید. اینا فرض کردیم تاجیکستان نگاه خودت همسری وقت زمان نرسیده باشه که رنگی فرض کردیم زندگی گرمانی را دایره کنن همه چیز مشکلی هست من را آشکار میگم دین بازی ای باین براوه مذهب بازی از باین براوه ملا کاری خود چه بکنه نماز چه بخونه و بگیم که ما اگر که همون اینمی تقسیم نکنیم دینو را هر که بتونه که در همون جای خودش باشه مثل ترکیه وری هیچ کده کار نداشته باشه یا که مثل اروپا وری به درآمدگی در داخلی هم مسجد شیعه هم سنی هم سلفی هم دیگر هم نماز میخونه یک از پیشنمازای میخزای پای زندگیش میروه. اگر که مرکای ملاگی را بس کنیم اگر مرکایی که داریم چرز ملاها میشوه کو بس کنیم این همه ملاها را پول زپرد مونیم این کارایی که میکنن روز درست میشینن جوانو را تراوید میکنن این دنیا میمونونشون باید او دنیا اگر همین چیزو را ما بس کنیم میشیم اگر که نکنیم این چیزو را 1 میلیون سال دیگه بگذره کنه میشیم هیچ. ولی ما میدونم 1 میلیون آدم ما را شوم میبینه با این گپا تمامی که ما در چقری زدیم رس مونده اینم یه بود سببش. در یک نماز جمعه میروه 1 ساعت امر معروف میکنه با نماز میخونه با بعدیو دیگه کار رویش نمیفوره میشینه در اونجا خیلی بگیریم روز یک شنبه را تگده روزی کاری میکنیم روز جمعه را روزی استراحت میکنیم. نه برای که ما مسلمانیم ما یک شنبه چیکار میکنیم استراحت کده یک شنبه یا استراحت میکنن عرق میخورن پس ما روزی جمعه را روزی استراحت میکنیم روزی پنجشنبه را کرات که دین میکنیم روزی جمعه استراحت از روزی شنبه کار میرویم. ما باید مکانیزم کار کنیم در اینجا با مینتالیته خودمون ما اگر مکانیزم کار کنیم شنبه یک شنبه را روزی کاری کرده روزی جمعه را روزی استراحت کنیم که برای نماز بخوان بشی مسجد تا بگره هم خلاص ما در این حالت بگیم که ما یک چی را بگرفت میکنیم برای که ما هم روزی جمعه کار میمونیم هم روزی یک شنبه استراحت داریم.
یعنی که ما در یک هفته уже почти 3 روز قریب 4 روز کریات میکنیم کوریمون خود در تاجیکستان کوزی کار نیست مردم میروان بازور میشینن هم بچه شهرسی روی میکنه خودش میروان میشینه در مسجدی حق دورشیشتند اما ما گفته ایستادم که باید اگر که ما با مطابق همون مینتالیتت و دین خودمون اگر یک مکانیزم کار کنیم نه که یا مرکت عملو را بریم ما را بشیند یا تو بگره گفتی همون یک چیز است همین انسان با یک طرف تکلیف کردن کشیدن فکرش از این طرف دور کردن است من میدونم مرا بعد میبینن میگن دین ستیز است من دین ستیز نیستم بسیاری بعد پروپاگاندای همی که دینی که همین حاجی میرزا و دیگر یا وقتا یا پروپاگاندا است که همین پروپاگاندای بگم نو دین میکردن در تمام مشروطه هم موندگی بود کاستا و در دیگر جا هم در درون همه جا هم کاستا پرشیده بود مردم دیگر کو دقیق ویران شدگی بدن بله دین من مسلمان هستم همه دین اعتراف داره همون قرآن و سنت اعتراف داره نماز بخون قرآن بخون گفتی همون گپوی شرط نیست هم با برای که دیگر همون انا ای کار کردن در کار باید بکنی و باید نرای باید تو ازور زنی تا باشه و رمال زنی تا باشه همون یک اینترویو یک رستم عزیزی را تماشا کردم واقعا همون انسان یک چند مسئله های خوب گفت نمیتونه یگان دین حکمران باشه نه تنها اسلامی روز گفت نه خریستیانی ما در همین جا هستم بعضی سیستم های کاتولیکی پراوید میکنه بعضی جا را یگان چی را قبول نمیکنه به غرض کاتولیسم خودشون نمیکنن قبول حتی که بعضی زندان و بعضی محکم خانه و بعضی لاگرها هستن که رهبراشون دینی کاتولیسمی هستن سخت هستن در دینشون کو دیگر یگان چی را قبول نمیکنن پرابلم دایی است که قبول نمیکنه دیگر چیزا ولی دروغ است ما دموکراتیا میگیم دموکراتیا اسلامی و دموکراتیا داشته باشه دینی را قبول نمیکنه من خودم اینمیجا با چشمم 100 تا دوستام رفیقام دیگران 100 تا شدیدگی هستم بعضیاش خونه نمیوین که طهارت نداری گفتن اوقات تا نمیخورن بعضیاش خونت اومده اوقات خوردن درست نیست میگه برای چی برای که تو ای مگازین پروداکتا میخری ای مگازین مسلمانی نمیخری این ریال نه هستی چیز ما چی پینون کنم روز میگوی زندگی 100 پاولو داره فقط یک دین اسلام نیست که زندگی نه من هم چیزم یک دین اسلام حتی که نمی کاتولیکی همیجا ما یک مدتی در همینجا در محکم کرده بودن ما رهبر همون بگیم محکم خونه کاتولیک بود بسیار آدم دینی بود خاطر همون سیستم هایی که ما یک چیزی یا همون چی دوران یک گروهی هم خیلی دینی دوران بعد نیم کلا دینی دوران رنگی ما وری سکتا همون سیستم های همون جاکو همون زندان در قمش همون کار میکردن یگان چی را قبول نداره باور که کو این همی لو بایگا بگو کو با همون مزاخیزم خودشون استودگی هستن همون فاناتیزم همون خودشون دینی خودشون هیچی را قبول نمیکنن نه دیگر برای که اونمو بود اونمو زونه بگم هم استرادت میکرد در همونجا کو جالب بود قبول نمیکنه باور که ای اون میویا ای اوبسش میویا ای تمام ارگانیزاسیا میویان کو قبول نمیکنه گپی اورا و هم پرینسیپای دینی خودشون قطعی کار میکنن در قانون پچینیت سنا میکنن برای هم خیلی چیزو هست رستم عزیزی همین گپ روز گفت واقعا هم اگر که نه تنها دینی ایجا بگم ول بعضی میگن رادیکال میگن کو رادیکال دنیویش هم هست این امام علی رحمان است هیچ را قبول نمیکنه به غرض همون مغز سر خودش رادیکال هر نمود میشه دینی میشه دنیویش امام علی است ما هیچ یگان گرامی را این کار نمیکنیم نه رادیکال دنیوی رادیکال نه просто همون کسی پرزنتی را در تمام نقض جگه که اوزه کلیش جگه کنکریت نه رادیکال گفته یعنی که همون آدم فاناتیک میگن گفت فاناتیک کسی را کلیش جگه کنکریت نه
ҳамин мегӯм ку барои ҳамун ин чизо ҳақиқат дора. Агар ки ҳамун талх ҳам боша бояд бигӯӣ. Мехоҳӣ тоҷикистони мехоҳӣ ки Тоҷикистон обод боша, бояд ҳамин чизоро пеш раша бигирӣ, запретмонӣ беста. А як тараф Эмомалӣ баъзи корҳои хуб кард, не ки баъзи корҳои безеб кард. Асанаев, саволи шахсӣ любопытство ради. Нади гуфтам як савол метавонам, як савол муҷиб ба кафи шашум савол аст. برادر فیضا Любопытство ради саволи шахсӣ. Ина гуфти ки халқи тоҷик не, халқҳо ватани таърихӣ доранд. خب ببین برادر عزیز، من واقعا نه همه تاریخ همه دونو وطن بگیم که نه همه نیست. Значит, халқҳо дар Тоҷикистон диаспора ҳисоб мешаванд. نه اینو اما از اول موندگی هستن. پیش از بعضی همون گفتگو قطعی بگیریم، پیش از توجیکا خلقو در اوکراین پشتو بدن. охин агар халқҳо ватан надошта бошанд, ватани хичонаҳо дар дохили Тоҷикистон бошанд, значит ва ё диаспора ҳисоб мешаванд, не? Не, من وطن دارم، وطن من توجیکستان است. охи дуруст دولت خلقو نیست، دولت نیست. اما وطن دارن، وطنشون توجیکستان است. конечно. خب обод бошӣ Асанаев. همه سوالات دارم، همه سوال جمع یک تجاوب است. گنده نقشه زیاد است، عمر کتو نمیرسه. ҳамин любои нияти неки дорем ку хатарам аз он ҷумла ҳаматон кастаи муҳоҷиро, аммо дохили Тоҷикистон будагиро заложнико, чӣ нияти неке дорем, худоҷон нияти нектона мустаҷоб гардонад. آمین. سلام. обод бошед.